هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. مار در خواب به چی معنا است؟ پیش از همه وقتی خواب ترسناکی دیدیم به طرف چپ 3 مرتبه میکنیم و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگوییم و بهتر میشود خواب خود را به کسی نگوییم تا که ذهن خود را مشغول به آن نکنیم و اگر خواستیم بفهمیم خواب ما چی معنا دارد، خواب را به کسی باید بگوییم که تعبیر خواب ها را بداند. مفسرین مار را به معناهای گوناگون تعبیر کردند. روز رسول الله صلی الله علیه و با اصحابش در جایی بودند، ناگهان ماری برآمد و به سوراخی درآمد. رسول الله صلی الله علیه و فرمود الله متعال ضرر او را از شما دور کرد و ضرر شما را از او دور کرد. یعنی مار دشمن است و ضرر دارد. و همچنان در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و فرمودند وقتی ماری را در خانه یا در جای دیدی 3 مرتبه به او بگو ای بنده خدا اینجا را ترک کن. یعنی شاید که مار جن باشد. برای همین مار به معناهای گوناگون تعبیر می شود. وقتی مار زیادی را در اطراف خود دیدی معنایش دشمنهای زیادی هستند در اطراف تو هستند و به تو میخواهند ضرر برسانند. شخصی میگوید مار بزرگی را دیدم که از پشتم می آمد. یعنی جنی است که میخواهد به تو ضرر برساند. برای همین خود را با ذکرهای سحر و بیگاه محافظت کن. یعنی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر 100 مرتبه این ذکر را تکرار کن سحر و بیگاه. انشاءالله از هر جن و از هر سحر و جادو در حفظ میمونی. و ابن القیم الجوزی رحمه الله در کتاب خود میگوید جن به انسان یعنی به سادگی نمی درآید تا اینکه خود انسان به جن راه ندهد. مثلا میگوید جن به انسان به کردن 4 کار می درآید. یعنی وقتی انسان از حد زیاد میخندد، یعنی قهقه بسیار میخندد از حد زیاد، یا اینکه سخت غضبناک میشود، یا اینکه سخت میترسد، یا اینکه سخت شهوتناک میشود، یعنی نماز نمیخواند، بی ترتیبی میکند، زنا میکند، در این حالت جن میتواند که به انسان درآید. شخصی میگوید خواب دیدم مار خوردم، به معنایی که کسی میخواهد تو را جادو کند. برای همین به جایی که به خانه در آمدی بگو اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرتبه. و اگر خواب دیدی که مار به تو آسیب رسانده است به معنایی که از جادوی کسی یا اینکه از جن به تو ضرری رسید. برای همین با ذکر خود را مشغول کن. و شخصی گفته است که خواب دیدم ماری را در نزدم خواب بود، یعنی به من هیچ ضرری نرساند. در اینجا به معنای می آید که دشمنی هست ولی تو بر دشمن یعنی توانا هستی و آن دشمنی که در بری تو هست یعنی که در نزدیکی تو هست به تو ضرر رسانده نمی تواند. و همینطور مار به معناهای گوناگون می آید. و وقتی که خوابهای ترسناک را دیدید چطوری که گفتم به طرف چپ 3 مرتبه
میکنید و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگوید، بهتر می شود خواب را به کسی نگوید تا اینکه ذهن خود را مشغول نکنید و همین قدر بفهمید که مار در خواب دشمن است.